مالک زمین کیست؟ الله متعال در قرآن کریم می فرماید: قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلیما غفورا. بگو آیا به شریکان خود که به جای الله به فریاد می‌خوانید نگریسته اید؟ نشان دهید آنان چه چیزی را در زمین آفریده اند و یا در آفرینش آسمان ها مشارکت داشته اند؟ آیا به آنها کتابی داده ایم که از آن حجتی در دست داشته باشند؟ حق این است که ستمگران به همدیگر جز از روی فریب وعده نمی دهند. بیگمان الله آسمان ها و زمین را نگاه می دارد از اینکه از جای بلغزند و اگر بلغزند جز الله هیچ کس نمی تواند آنها را نگه بدارد. بیگمان او بردبار آمرزگار است. اما آخوند مشرک رافضی عقیده دیگری دارد که کاملا مخالف آیات روشنگر الهی می باشد. وقتی روایات میگوید مالک زمین، مالک کل کره زمین امام زمان است، وقتی روایات میگوید مالک زمین، مالک کل کره زمین امام زمان است، امام زمان اجازه تصرف در هر نقطه زمین را به کسی داده که شیعه او باشد، عارف به حق او باشد، معترف به مقامات او باشد. پس باید او رو شناخت. اگه او رو بشناسی، هرچه شناختت و معرفتت بیشتر و برتر گردد، تصرفت در زمین حلالتر و استفاده های بهتری از زمین میتونی بکنی. و الا این زمین برای شما مبارک نخواهد بود، چون حق امامت. اینجاست که وظیفه سنگینی به عهده تک تک افراد بشر می آید، نه تنها شیعه. جناب آخوند، از هرزگویی گذشته باری به قرآن کریم رجوع کنید که زمین را ملکیت کی می داند و حق تصرف در آن را به کی می دهد و آیا فرعون و ابو جهل و امثال آنها در شرکیات و کفرگویی ها به پایه شما رسیده بودند؟ الله متعال می فرماید: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه
إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بگو زمین و کسانی که در آن هستند از آن کیست اگر می‌دانید؟ خواهند گفت همه از آن الله‌اند. بگو آیا پند نمی‌پذیرید و یادآور نمی‌شوید؟ بگو چه کسی پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ است؟ خواهند گفت از آن الله است. بگو پس چرا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ بگو چه کسی است که ملکوت هر چیزی در دست اوست و اوست که پناه می دهد و در برابر عذاب او از کسی نتوان پناه گرفت اگر شما می دانید. خواهند گفت همه اینها از آن الله است. بگو پس چگونه فریب می‌خورید؟ اما بذل و بخشش آخوندها به کره زمین منتهی نمی شود، بلکه پیش از آن آخوندی روزخوان مدعی شده بود که سند بهشت به نام زهرا زده شده است. انگار خدا به زهرا میخواد بگن این 8 بهشتا ملک توه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بگو آیا نگریسته اید به آنچه که به جای الله به نیایش می‌خوانید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند، یا اینکه در آفرینش آسمان ها مشارکتی داشته اند؟ اگر راست گویید کتابی پیش از این یا بازمانده‌ای از دانش گذشتگان را برای من بیاورید. و کیست گمراه تر از کسی که به جای الله کسی را به دعا بخواند که تا روز قیامت دعای او را اجابت نکند و آنان از دعاهایشان بی خبرند. اسم شما چیه؟ عبدالله. عبدالله جان، مالک یوم الدین کیه؟ مالك يوم الدين الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ماشاءالله. سید البشر کیه؟ سيد البشر حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشاءالله. اولین کسی که در قیامت وارد بهشت میشه کیه؟ أول كس كي جنة دخول مشى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. ماشاءالله. یک سوال دیگه که حتما هم شما هم همین همسن سالای شما جوابش رو بلد هستن. چه کسی رو باید عبادت کنیم و از چه کسی باید کمک بخوایم؟ فقط الله تعالى عبادت مكنا فقط بشش كمك مخوين. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. فقط تور عبادت مكنا فقط بشت كمك مخوين.